در نسل پنجم تولید جنگنده در جهان، یکی از مهمترین مواردی که مد نظر طراحان و نیروهای نظامی بود، قابلیت رادارگریزی و پنهانکاری آنها بود. این مهم در طراحی‌ها و نکات ریز بسیاری نهفته بود. از جمله آنها می‌توان به جنس بدنه، کنترل گرمای خروجی اگزوزها، محل قرارگیری تسلیحات و حتی سخت افزارهای ارتباطی اشاره کرد. اما یک بمب افکن برخلاف جنگنده از توانایی درگیری با جنگنده‌های دشمن عاجز است، چرا که هدف اصلی آن بمباران اهداف تعیین شده است. در نتیجه دو راه حل برای آنها وجود دارد. اول اینکه بمب افکن‌ها با تعدادی جنگنده اسکورت شوند و یا اینکه قابلیت پنهانکاری در آنها تقویت شود. بمب افکن بیدو یک طرح قدرتمند برای دسترسی به خاک شوروی سابق در جریان جنگ سرد بود. طراحی بیدو در سال 1981 و توسط کمپانی‌های گرومند و بوئینگ آغاز شد. پروازهای اولیه در سال 1989 انجام شده و در سال 1997 به نیروی هوایی تحویل داده شد. بیدو یک نمونه پنهانکار و فوق پیشرفته است که تنها تعداد 21 فروند از آن تولید شده. این بمب افکن دارای رکورد گران قیمت ترین در جهان هم هست. با توجه به هزینه کلی پروژه، قیمت هر فروند بیدو به بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. بیدو را می توان مخوف ترین بمب افکن جهان دانست. برای این جمله توجیه خوبی داریم. بیدو قادر است تا با یک بار سوختگیری مسافت 11,000 کیلومتر را طی کند و با توجه به قابلیت سوختگیری هوایی، این بمب افکن می تواند به تمام نقاط جهان سر بزند. تسلیحات قابل حمل توسط بیدو شامل بمب‌های مجهز به کلاهک اتمی، 80 بمب هوشمند 230 کیلوگرمی با جی پی اس و یا 16 بمب 1100 کیلوگرمی کلاس دی 83 هستند. بدنه این بمب افکن به طور کامل امواج رادار را جذب کرده و گرمای خروجی از اگزوز نیز قبل از خروج سرد می شود. خلبانان بیدو افرادی بسیار حرفه‌ای و زبده هستند و در چندین دوره طولانی مدت شرکت می کنند. این خلبانان مجبور به تحمل فضای داخلی کابین برای مدت‌های بسیار طولانی هستند. در جریان جنگ عراق، خلبانان بیدو پروازهای 30 الی 50 ساعته را تجربه کردند. مأموریت‌های بیدو در اکثر موارد موفقیت آمیز گزارش شدند.